مالی کلین جون دم بگیره شما من خودم میکنم مالی من دم گرفته استم یک دورو بتیم که پشتمانم رو از من دارم این دورو آدم رو میکشه پشتمانت کارش تمام به همین فهمیدی؟ آخه اینم مادرتون در روی حوله تورد میکنم مادری من؟ خانه پیران سالون نبریم شب بهترین فکر همسایات ماده چی کار دارن؟ شما ماده چی کار دارین؟ یک عمر کار گرفتن همی کار باری ماده و کوچه بروی ماده همی مرا هم دادن هم میتینده اومدی بچم؟ ها آمدم در کجا بودی بچم؟ نیست فیروز شد آخی شما یک عمر ماده کار گرفتن من کجا میرم کجا نمیرم ما کار ندارم اونه که همسایه ها چی میگن کلینی خانه بچم میگن کجا دای کلینش کلینی خانه همسایات ماده چی کار دارن شما ماده چی کار دارین یک عمر کار گرفتن همی کار باری ماده و کوچه بروی ماده نکم شما همین شما ای گپ زدن نموندین ده همین خلاص نشد من یک دوگان جان چه خیلی سلامتی خوب؟ میشه خدا با شکر مایم نه اومدم نمی خونه دایم خونه دا نه وای بزار اومدم چو کردی؟ پاپشیوم کجا دا باشه؟ بچه همون پاپشیوم البته همین بیوای عجوزه بابر آمد عصبای ما در روز دراز رسیده چیزی گفته بچه هم؟ نه خاله کتی دوگانه هم گپ زستم همون پاپشیوم اپرتو حال بستک من زنگت میزنم با مایلا شما یک عمر همی مرا هم دادن هم میتینده با چی میگه؟ او بچم وقتی خوراک نیست فیروزی شده یگان اوقاته کن بازی شوهرتان ای کار میویه گشنه ای شما یک عمر اوقات گفته من چی در شما خدمتگارم؟ من در شما خدمتگارم؟ این قروز من نبودم شما اوقات نمیخورده همین مرا دیده اوقات خورشیده این چهار کارتشکا اصل کرده نمیتونی خدا مالی کلین جون دم بگیره شما من خودم میکنم مالی من دم گرفته استم بپره سلام علیکم بچه جان من برم در بچه بیا بوی چیه؟ این برای شما یک سورپریز سلام بچه جان بچه جان نکسازین نغز گشتی آخی ایره برای شما گرفتیم که در هوای گرمی در خونه مونین خوزی اویل کشیدگی نیستم بدونه که بچه جان کمتر کاربار کپا موندگی این ماه اویل کم نشید انشالله ماه دیگه اویل کم بگیریم یک کانسنری که زیبا برای شما توفا میکنم که در گرمی عذاب نکشید شما بهترین مادر هستید رحمتی سلام بچه جان من برم در این بچه غمخوار و من کاری خوب کردی بچه جان بیا چیه فیروز بچم گفتم یک اوقات کنم گفتم نه من خودم به دست خودم اوقات کنم بچم چند خشته اوقات از دست من نخورده رحمت بچه جان این کار کلینتون میدونین ما فهمیدم بچه جان خیلی گفت که من میکنم نه که من موندم گفتم از دستی من بخیره شرم نمیداری
خالاجان من خودم اوقات میکنم گفتم که شما در همی بچه‌تون گندکنی را های دوست می‌دارین. نه گنده نکردم اخی ما گفتم بیا خودم خاله داره من خودم اوقات هم میکنم. من دویم بار دیگه نبینم کسر دست نه مادر. بچه جان من خودم گفتم. چکر مرده؟ میزنم. نه چای گیره. چکر نخ کجا رفتین کجا نرفتین؟ بیا مخدم از مرده جان. زنای رابع شرم نمیکنی؟ اخ چی به مرده؟ کاری که امروز نسبت مادرم کردی شرم نمیکنی؟ آخی مردک من چیکو کردم؟ ای روزی من همی خونه آمدم و چشم و احمر چشم دیدن نکرد. ای سهر تا بگه اگر سگ باره بجم دای خونه با کارشم میکنم چشمو. همی وقت ساعتی که شما میبیوین یا کارتشکا میگیره یا پیاز میگیره با یک بهانه بالای در میره که فقط گنده کنه مرا. ای مرده کدام روزه میشه که در نزد همسایه شرمنده میشه. چه شرمنده؟ آخه این مادرتون در روی حوله تهارت میکنه. مادری من؟ ولی در نزد نبیره ها. نه مردک جان من میدونین چی؟ با فکر مادر شما کسلی روحی شدگیه. آخه مادر شما کارهایی میکنه که با زبانم گفته نمیتونم. آخه مردک روزی میشه که یک همسایه ایدر داره در نزد همسایه شرمنده میشیم. آخه روزهای آخر مادر شما از عقل بیرون شدگیه. نه او این خیلی نبود که آخه مردک جان آخه گفته نمیشه کارایی میکنه که با زبانم آورده گفته نمیتونم. مادری من؟ بله مردک آخه آدمیه یک حق همسایه ایدر در آید با او اول مادر شما رو بیند شرمنده میشه. خیلی چکار کنم زنک مادر است سین سالش با یک جای رسیدگی شما باید فهمه که آخه همون را میگو مردک جان بینی که زمانه چه خیلی ترقیات یافتگیه شرایط نغز داریم هم میبریم مادر رو توبت میکنیم هم استراحت میکنه. ایستا ها این گپ از دهان شما بر اومد؟ آخه بین مردک جان که هم خانه میده هم در این وقت کودکا عصباش خیلی مونده شده. بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نه مردک جان. ها با یگان جای سوستر هست؟ شما راضی شوید من شناس دارم. من راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی. کجا بریم شه؟ من شناس دارم مردک جان. من حاضی زنگ میزنم شه خانه پیران سالون میبریم شه. چی؟ آخه تو مادری مرا خانه پیران سالون میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خانه پیران سالون میبری؟ من یک سکون پیش در تو باور کردم دستی تر قپیدم با همین خاطر. آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما. ای زنکی بیعقل هیچگاه حیات نبرو در نمیجا جا که در حیات من یک مادر دارم. من پدر دیدگی نیستم یک خواهر معیوب دارم هیچگاه من برای شما در نیمه راه نمیپرتم. صد افسوس که من به گپ تو باور کردم. من میدونم که اکثریت زنها شما همین خیلی مادر رو از فرزند دور میکنین. تو میدونی که تا وقتی تو در زندگی من نبودی نسبت من مادر من چه خیلی زحمت کشید چه خیلی عذابا کشید که مرا تا این روز کلان کرد. حیفی قدر باوری که من نسبت تو کرده بودم.
ای گپوش ای رفتاراش معلومه که دل ایره یافته نمیشوه آزی بستک معلومه که ای کمپیر و ای خواهر مسلقش ما خلاصی ندارم آزی بستک در این خونه یا کمپیر میسته یا ما میستم مرا زهره میگن آزی به میبینی کی ای بیو؟ زهره جون ای بیو ای بویه ای بوژ مویه ای چوکا دایتای دگون بیو چکنی؟ سازی؟ ای ساز خوب ای ایسینی گو ای چوکا دا رنگ رو زب زدی تزیق میتوی رنگ روی ما هو بیو بشی او چی گپا گپ زن سیر کن اوی بوژ مویه ای زهره جون این رنگ رو تو زب شده رنگ روی ما بشوخی هو رنگ رو شده. کندگی هو چوکا دا چی بازیقی ای دوگونو نپرسه خواهی گپ زن چیه اما ای کمپیر عجوزه خلاص شایی ندارم او با چی کار که ای گپ زنی بچهش معلومه که خلاص نمیشم ای کمپیر گوش که زهره جان مایا شناس دارم فهمیدی ای کتیم شناس پیش هوای دروین میکنی یک گیاهی زهرناک میته فهمیدی چی خیلی چیه وای خشتمان بنجه خدا خونه ناکتی بچهش قواق جخ کردن داو خونه شتگی عصبو ما ویران کردن گوش که دگم انا گیاه ها میتیه تا فهمیدی میگیری میوریش چای میکنی میتی تمام خشتمانت کارش تمام به همین فهمیدی خشتمانت خلاص میشه دکی جو بود ای وای ولی ادرساشم میتن تا همشه بیان که چای داده بتشه آخه دوگانه جو با ایچ خیلی نشوه ای هیچ نمیشه ساز میشه برای فایده خودت میگم خیلی دگم با ای گپ ایسی رو بانی خیلی مامان نفهمیدی با مرا در تای گپ نمونی نه دوگانه کی ها تام شوی مرا میدونی چه خیلی آدم خیلی ما برم دگم مالخه ای بچم کجا رفتی؟ با همی شما کار گرفتن در کارای من کار دارم آدمی زنده ای خونه هم میبروی آخوی هم مگزنه یا میره مایلی بچم سلام علیکم در خوبه بیا محرمت خواهد محرمت چی بود تو چی در کارای برای اینا بیمورای پوچه درد داریم اینا بگون درد داریم عجیده اینا برای اینا در دورمی گوره اگر گودردار باشی کشور میکنی طرز ایبالو همه چی افتاد میبینه اینا خیز داریم انا توبت انا اینجوری شما داریم اینا گیوت همه چی توبت کرد بگو کدومش درباره کدوم درد ما یک گیاه توصیه آکه جوش ممکنی ما یک چه مسئولیت کنید شما؟ مسئولیت؟ ما اینا که در تقدیرات باید کشتی نمیشته چی خدمت کنم؟ آکه جان همی ادرسی شما را دادن که بنیاید همی دورو درمانی ناز داریم همه نمون دورو درمان داریم من کلینی خونم شفا بخش در کره چی کلینی؟ یک دورو ایتیم که همی پشتمانم رو از بند دارم برای پشتمان تا کشتان؟ خوخی؟ برای چی پشتمان تا میگو بکشم کن؟ آخی اکا جان آخی میدونم تو عذاب میتیه در زندگی آخی من خیلی دوران ندارم خواهد ادرسوی شما را دادن خطو ندارم خیلی دوران اکا جان من شناسی خطان روان کرد خواهر جان
ما یگان نمو داروی آدم میکشتنی نداریم آخی این همه داروی طبابتی ما برعکس آدم ها را میخوایم شفا بیان ساز جوان آخی ما خیلی نمیخوشن دارو ای چی ای التماس کجا شبو مرا فهمین التماس مردم نگاه داره آخی ما برای دوای اومدم شما که میخوایم که کشتومن تو نه آخه فهموندم کن زرده آخه شما مرا فهمین در عذاب مکه جان التماس خارجان مکه جان تمام. یک بلا کن مکه جان کشی مزیر من شروع میکنم برای کشتومن تو نه بله بله برای کشتومن تو نه گوش کن خارجان اگر این رو به کسی نشون ندی به کسی این دارو آدم رو میکشد این دارو آدم رو میکشد لیکن یکی یک بار نه آهسته آهسته آدم رو برده میکشد اما برای چی این دارو من به شما توصیه دادم برای اینکه اگر خوشتومنتون یک بار موره همه خیال میکنن که خوشتومنتون رو شما کشتید از شما گمانبر میشوند انا همین رو برای دو کم کم به خوراکش به چویش ریخته کرده تی بعد اکا جان این چند کم بس میشه تا 6 ماه لیکن یک چیزی دیگه برای پای نبردنشون که تو خوشتومن رو کشته ای با خوشتومن معامله ای یک معامله نقص کن آچه جان گوی کراش بکن سهر بر وقت خیز هر کجای میروی میایی از خوشتومن تو چونان وانمود کن که مثل آچه دختر باشید اما که بعدی مردن کمبیر از تو گمان بر نشود انمی 6 ماه رفتارات رو تماما عوض کن مادر جان همه رفتارات عوض شود کارهای خونه رو کن دستش رو به آب نزن اما مهربان باش مهربان 6 ماه پس کمبیر تمام کسی نفهمده؟ خب مال رحمت کنم جوان ها از خوشتومنش خلاص شدن آی خاله جان مانین اوقات ما خودم میکنم چی اوقات کردسته؟ میکنم شکرو مانین از مخدم یا شکرو با مزاحتون میکنم باز بیستن شما خونه دروین خزین اینجا کن خزین خونه دروین خزین خونه دروین ما هایزی خودم شکرو میکنم دروین خونه شما یو توبه با این کلینی من چی شده باشد خدایا با آرزوهای دلم رساندی این بعدی رفتن و اومدنش ای چی شد با این دیگه خبری من نمیدونم من برای چی مهربانی کردستم شد برای چی اینقدر دوست داری کردستم ولی نمیداندم بازی ببین یک چی گپو میشم فهمیدی؟ کتی ما بازی کردش خاله جان شیشته این شکرها تیار شد شما گرفتنگین ما چای دم کردم بیارم چای هست که چای سهرینه هست خاله جان من چای زکسنوی دم کردم حاضر میگیرم میام حالی که چای دم کردگین بلای جانم میشم خدا رو شکره این روز هم نصیب ما بوده از دستی کلین یک بار خوراک میخوردیم
بستن خاله جان. ما خودم شما دا شکر و خودم میتونم خود مزای خاله جان. رحمت بچم الهی 100 ساله شوی اینقدر کلینی مهربان دارم. زنده باشه خاله جان. به ما چای تانتیم. آی شماگی دم کردم چای خالی نه. میشه فایده داره که آی شماگی. منم گفتم که آی شماگی بخورین. رحمت بچم. بله خاله جان آمدن. آمدم بچه جان. چو کاره نغز رفته آمدین؟ نفقه ما گرفتم با عیله نفقه هم بطره یک توفه گرفتم. خاله جان در کار نبود. برای چی؟ تو کلینی بهترینی. ای همه کلینی خوب تی برای همون توفت گرفتم. زنده باشه خاله جان. سرم درد کرد استای بچم یک کم ترک در روز کشم. مالا خاله جان این خونه تازه کرده بیارین این خونه رو دارم. ماتریال گرفته ای؟ بین با ایپل نفخهش مالا کرتا خریده ای؟ بین چقدر کرتای خوش رو ها؟ ایپل نفخهش با مالا کرتا گرفته ای؟ 3 ماه میشه که ما در قصد جون ایم. بین رنگ فرزند خودش رنگ مادر خودم کتی مناسبتی نغز دارد. سه ماه میشه که این ما در خشتمانم زهر دادستم. این رفتار شبین تماما تغییر یافته است. مثل که مادر و دختر باشیم. چی کاری کردم با؟ چی کار کنم؟ این زهره که من از همون گیاه فروش گرفتم حتما به نزد هوای میرم. میگم که زهره که شما دادین بر ضد این یگان دوایی هست که گرفته بیایم. سخت پشیمونم ای کاری کردی. هوا هنوز سودا میشه نمیشه؟ السلام علیکم آقا جان. من شناخته یک دورو تیم که خشتمانم رو از بند دارم. نقصی خواهد جون؟ میشه من نه من نفهمی بشی تنجی ها؟ تنجی آقا جان. یکون گپ شی؟ نه آقا جان. همون دختری آخیان دورو داده بودم تا. چی گپ شی؟ آقا جان من ای کارای کردگیم خیلی پشیمونم. با خشتمان ادگون شد؟ نه آقا جان. من نفهمیدم که در حیات در زندگی من گناهگار بودم. خشتمان من نه. با آمدن شما با پیش من چی سبب داشته باشه؟ آقا جان من پیش شما آمدم که همون زهری که شما در من دادین یکم دوایی که ندارین که بر من دید من برده در خشتمانم دیم که خشتمانم یکم پر نشوه. خواهر جان از این بر میاد که این کلی خشتمان خودش رو سهردیده کشتنی است. از رفتارش معلوم
هیچ از راهش برگشتن نیست. چی بود؟ شما از کار کرده خود پشیمانید و با گناه خود اقرار شده. گناه خودت را فهمیدید و میخواهید زهری که با خوشتومتان توری این 3 ماه دادید و قصد کشتن کردین از بدن خوشتومتان دور سازید. با زهر را میکنید. ای خواهر جان، من با تو زهر نداده بودم. چی دیدی؟ من دیدم که تو در حالت خیلی حساسمند هستی و قصد کشتن خوشتومت را داری و من پی بردم که خطا از تو است و من برای تو دوایی را دادم که خوشتومت برآورد خوردن آن یک باره 10 چند پرقوت‌تر و زیباتر و سلامت‌تر می‌گردد. تنها کمبودی اساسی بدرفتاری و بدگفتاری تو بود خواهر جان. اکنون بیرو و خوش معامله باش و خوشبخت باش. انا این مبلغی دوده است. و انا این دواهای با قوت کننده خوشتومت و خوشتومت برده ده و هرگز خوش سخنی را از دست نده خواهد.